مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 5 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 14:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل زفیر جلالوف اومیجان سال تولدش 1958 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در روی ماشینگرد کوچکک اسفره گلستان اسوده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه گ 3302 تحت اداره راننده پرتوف سید محمد سال تولدش 1983 ساکن نویه مشچوب برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل زفیر جلالوف و نبیره خردسالش جلالوف محمد یوسف سال تولدش 2011 جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر автомашین مذکور جلالوف و زمیره سال تولدش 1963 جلالوف و زرینه سال تولدش 1994 و خردسال جلالوف اعظمجان سال تولدش 2018 ساکنان امونجا و راننده автомашین تمغه گاز پرتووف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.